سلام علیکم برادرای عزیز. بیا همون سالهای 91 پیش رو میاریم و چی گپای چی کارهای در مردم تاجیکستان بود، همه اینها را عفو کردن، همه ما را بخشیدن. در ناحیه آنان قریب 3000 مردم کلاب زندگی میکنن. همه یارو برادرای خیلی خطاگی های طرف ما شدگی گذشتگی های خیلی ممکن در یه حالتایی بود که ما اندک نسترینیومون نبود یا یکون خیلی آدمی های بیگناه در دنیا خداوند های. برای همه شما منظرت میپرسیم، خیلی گناه یه بارا خدا میبخشه. بخشیدن. در ناحیه آنان قریب 3000 مردم کلاب زندگی میکنن. چی گپای چی کارهای در مردم تاجیکستان بود، همه اینها را عفو کردن، همه ما را. سلام علیکم برادرای عزیز. بیا همون سالهای 91 پیش رو میاریم و همه یارو برادرای خیلی خطاگی های طرف ما شدگی گذشتگی های خیلی ممکن در یه حالتایی بود که ما اندک نسترینیومون نبود یا یکون